اگه تو هم میخوای کاپوت اینجوری اینقدر راحت باز نشه، دو تا باید آموزش بدم که چجوری اینو ضد و سرقت کنی. اینجا نگاه کن، کاپوت که بسته است، پیش گوشتی میاد اینجا، بیا از همین بغل بیا از بالا نشونش بده، از این بالا این شاسی این سیمه رو به همین راحتی باز میشه. قفلش هم که کنی اینجا هم با آفز بزنی باز این سیمو میکشن باز میشه. حالا بریم واسه آموزشش. مرحله اول این خارا رو درش میاریم به پیش گوشتی چاقو. بعد این خارای پشتش رو آزاد میکنه. یه زامن داره، اینا رو میزنین در میاد. اون زامنش اینجوریه و فشار بدی در بیاد. میاردیم. حالا این دوتا پیچ رو با پشت 10 باز میکنیم. حالا محافظ میاد قشنگ میکن، خیلی راحت روی قفل قرار میگیره، پیچاشو دوباره میبنده. نکنه الان دیگه سوارد نمیتونه از اینجا با گوشتی زامن رو بزنه. حالا بریم سراغ سیم کاپوت. حالا می اینجا یه سوراخ میکنیم دقیقا این بین این دو نقطه. مکتر بزرگتر که سیمو از این پشت برش کردیم بیاد از اینجا. نگاه سیمو درش آوردیم از این پشت خوردیمش، از این پشت چراغ باز میکنیم پیچ شد، سیم از این پشت میاریم یه سوراخ هم که میشه دقیقا اینجا و قشنگ میاد جا میخوره. محافظش هم که خورد دیگه خیالتون راحت، دیگه سیم هم نمیتونم بکشم از اینجا جمع میشه.